سلام، روزتان بخیر. به درس نو خوش آمدید. امروز ما یک 5 لغات های انگلیسی را یاد میکنیم که به خاطر سوال کردن استفاده می شود. What یعنی چی؟ What یعنی چی؟ مثال در سنتنس براتان نشان بدم. What is this؟ این چی است؟ این چی است؟ یعنی What is this؟ این چی است؟ Is این this. What is this؟ یعنی این چی است؟ This این what چی is است. دوم where یعنی کجا. مثالش Where are you؟ شما کجا هستی؟ شما کجا هستی یعنی Where are you؟ شما کجا هستی؟ سوم why چرا. Why are you late؟ happy. Why are you happy؟ شما چرا خوشحال هستی؟ شما چرا خوشحال هستی؟ Why یعنی چرا. چهارم when چی وقت. when چی وقت. مثال when are you coming؟ شما چی وقت میاین؟ شما چی وقت میاین؟ when are you coming شما چی وقت میاین. این هم مثال when شد. آخریش which یعنی کدام. which یعنی کدام. مثال which book کدام کتاب. مثال یک نفر پرسان میکنه که give me the book یا بر ما او کتاب و بده، تو میگیش که which book کدام کتاب. دیگه این 5 اون لغات ها هست که ما به خاطر سوالی از یک انسان استفاده کرده میتونیم. مثلا what
یعنی چی، where کجا، why چرا، when چی وقت، which کدام. تشکر که تا آخر ویدیو رو دیدید و انشاءالله که درس یاد گرفته باشید. با ویدیو آینده دیگه درس ها را هم یاد میگیریم.